در را کوبیده ایستادن در را. گفتی که خانه ما برا در تبک شو. من در تو در کشوک نیستم حیوان. ای چی قطق داری؟ وای هجری بیگ شام بخیر کی شوکت. در روی نورالین بمرم خیلی شکر خدا. خدا چی خیلی هستی؟ شکر خدای مهربان تینجیه. استادم زیاد درونه؟ در نه بگذر بدرو. باشه ایرم نکی رنگ گو بوده. استادم زیا گفت. سلام علیکم استاد زیا. سلام علیکم هجری. بخیر است؟ یگان مشکلی شده است؟ آخر استاد همون سوال امریکا بود کو. هجری تو همون سوال امریکا رو سخت کپیدی. یا خدایا. ایکینو ناو سرشده کو. برادرم این هجری برای چی طور استادم زیا گفت؟ چی فکر کردی؟ این هجری هم میدونه که رو تعلیش کردگی. چهره ها میتوانند ایواز شوند که شوکت. مهمش دل ها ایواز نشوند. هجری هم میدونه که تو رو تعلیش کرده برادر. آفرین شوکت. آفرین شوکت. آفرین. چی به مرا نگفتی که هجری میدونه؟ برای چی من نگفتی؟ با من فخر کرده گشتم که غیر من هیچ کس نمیدونه. این همه با خبره کو؟ با کی میدونه؟ تنها هر سیمون میدونیم شوکت. هجری دیگر سوال نداشته باشی فیلم را تماشا کنم. تو هم کمی خاموش است در بیخ گوشم نلق. هجری با یگان کس بوزی نکنی. مقصد یک همی سیر آوازه شوه ای من نبینین. برای که اینجا سه کس میدونه ده. من بوز نیستم. شده که این آن اتفاقی تقاضای ملاقات دارد. نکند مشکل گندم را وادار به استاد جوابش رو فکر کرده؟ چی هجری؟ سوال امریکا رو استاد جوابش رو. هجری تو چیکار داری بابای امریکا ها؟ پگاه نماز جنازه باید بخوانم. در فکری آن هستم. فکرم را پریشان نکن. گذار فیلم را تماشا کنم. یا خدایا. استاد شما نماز جنازه گفتید کو؟ با فکرم یک سوال اومد. مرحمت بفرما که ناید هجری. با فکرت سوال موال ناید هجری. استاد نماز یک نفری بی ایمانی بدبخت رو خواندن جایز باشد مگر؟ چی؟ امام پیش نماز گناهگار می شود استاد؟ گوش کن پسرم هجری. در این مسئله عالمان اسلام بسیار اختلاف کردند. اگر داملای جنازه خوان داملای حقیقی باشد جایز نیست. خیر اگر که داملای ساخته باشد آن وقت جایز است. امام ساخته باشد جایز است. شد هجری جواب سوالت را گرفتی. گرفتم استاد. خدا از شما راضی باشد. از هممون هجری. اکنون خاموش باشید فیلم را تماشا میکنید. این ما گپ نمیزنم. استاد اون سوال امریکا. گفتم که یک سوالت را جواب دادم. باز پگاه جواب میدهم. یا خدایا ایستا فیلم را تماشا کنم. خاموش. تمام استاد میشود. صبر با کجا؟ استاد من باید زود با بالا برایم. وگرنه سیرمی دیوانه با سنم هر لحظه میتوانم بجنگم. چی؟ سیرمی دیوانه و سنم در بالا هستند؟ بله استاد. ای وای. رو خدا مددگارت باشد. رو شب و شب سر شید. خدا کمکت کند. رو مایل اجری ما در پوشم. مایل که شوکت. خود پوشدی مایل. شوکت پول در کجاست؟ بفرما. کمی صدایش رو بلند کنم. چرا خاموش چی گپ است اینجا؟ چرا شما دائم جنجال میکنید؟ اینجا خونه من عجینه یگان گپ بگوی آخر او جانم رو با گلایم آورده است آخیرا. گفتم که من کاری
ندارم. تو از اینجا میروی. آروم شو. من گفتم رو خودم میکنم. سنم التماس بس کنم. بس کنین. ای بایه شرمنده محله شدیم. همه تون زنکتونه بگیرید. بنفشه سنم بگی خونت بر. در خانه تخو میکنه فهمیدی؟ سایرم تا هم خونت بره. تمام روین گپ همین. سنم بیا رفته در حجره من با من خواب میرویم ها؟ نه بنفشه من با تو نه با سایرمی دیوانه در یک حجره میستم. چی؟ سنم تو چی گفته ایستاده ای؟ چی خیلی در کجا میستی؟ هجری تو این دختر رو نمیدونی. این دختر هر لحظه میتواند تو رو دزدد. من کارم رو دلپور میکنم. خاموش و همش رو به من گذار. شو تا صبح طاقت نمیکنی. تو رو خوب مهمانداری میکنم. کنی بیا میمون سنم. وای اوف ای سنم جدی هستی تو؟ هیچ وقت اینقدر جدی نشده بودم هجری. تا صبح چشمانم را از بالای اون دیوانه نمیگیرم. التماس نرم. میروم. این عروسی مرا خودت محافظت کن یا ربم. خیز چراغ رو خاموش کن. من مهمونم تو خاموش کن. مگر من تو رو دعوت کردم؟ خیز خاموش کن. با خواهش خودت اومدی. من خاموش نمیکنم. تو خاموش کن. برای من فرق ندارد. چراغ گریان باشد هم خوابم میبرد. برای من هم فرقی ندارد. هر لحظه ای که روی خنوکی تو رو میبینم خوابم میپرد. برای همین خیز خاموش کن. خاموش نمیکنم گفتم. بخیز زود خودت خاموش کن. دخترها کافی است. آخر گپ نزنید. خاموش شوید. کمی خواب کنید. پگاه من امتحان دارم. خاموش شوید آخر. پرنسسه رو بیننده. مگر با مهمونم خیلی مناسبت میکنن. قریب که مرا میزدی. اینش هم میشود. غم نخور. دماد رو گیر دیوانه لقی. از تو نپرسیدم. گوش کن. باز خوراک نکشی که بالش رو در رویت میمونم. من خوراک نمیکشم. عجی نفهمیدی؟ خاموش شوید آخر. یا خدایا حتی این رو شنید. چی شده است با این قیسینگولی من؟ این خیلی دختر نبود. مثلی که ایواز شده است. من در این خانه هستم گفته برای همین چنین میکند. سنم خواب کن اکنون بس است. سایرم دیوانه بنفشه امتحان دارم گفته برای همین دقلانه رفتار میکند. یعنی هر وقتی که امتحان داشته باشد همین خیلی مناسبت میکند. سایرم دیوانه خوب کردی. خوبش برده است یا اینکه ما رو فریب میکنه. آخر 1 ساعت شد حالا هم خوراک کشیده ایستاده‌اش در پشت گوشم. خواب کردن نمیتوانم. آخر دیوانه میشوم اینجا. خاموش شو التماس. از هوش میروم به فکرم. توبه. یا خدایا. این دختر انیق هجریم رو میدزدد. در نزد دری حجره هجریم ایستاد. این دختر هجریم رو میدزدد. مگر من به این اجازت میدهم؟
چی کار میکنی تو قشلاقی ها؟ هیجری من رو دزدیدن میخواهی تو؟ من دستگیرت کردم. بابا چه دویده اویدین چی گپ از خودش توبه در این وقتی شب چی خدا روا دارید؟ توبه کردم خدایا. چی گپ چید با؟ اگه نمیدونی بچم در این نیمی شب این دو دختر در جوگه تو چکار میکنن؟ با خدا نمیدونم بابا. سنم چی گپ است؟ چی میشد؟ سایرمی دیوانه مخفی به حجره تو در آمده خواست تو را بدزدد. من در آخر مانع شدم. دختر راست میگه؟ سایرم؟ سعدی این دختر در خوش میگشت است؟ راست خواه میروه هم خو میکنه هم میگرده. در خواه میگشت است. شید همش حل شد. همه جوگه خودش بروه. رفته. من به هیچ کجا نمیروم. چرا؟ چون که سایرمی دیوانه بدتر اومده هجریم را میدزدد. من به این اجازت نمیدیم. همینجا نیستم. دختر چی گفته سایرم؟ رفته. سنم جان بیا رویم، در اینجا ایستادن تو ممکن نیست. خیر خوبم جانم بیرو. توبه کردم خدایا، نگذاشتم براحت خوب کنیم. شب بخیر سنم. اقلا چرا او را خاموش نمی کردید؟ خیر این خیلی باشد من در پشت در نوبدار می ایستم. چی گپ است؟ در بالا غوغا تمام نمی شود؟ یعنی معلوم شد که دخترها نمی گذارند که من کارم را کنم. ببین باز اینش خوراک میکشد. من چه خیلی کار میکنم، چه خیلی نماز جنازه را میخوانم نفهمیدم. پگو از هجری یاری بخواهم چی؟ آخر آدم ها میفهمند، ساده نیستند. یعنی خیر پگو ادامه میدهم چیزی شود. زهرایم، من تو را چه خیلی میابم. هجری؟ سنم؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ چی کار میکردم؟ نوبتداری کردم. نه آخر تا سحر در پشت در من راست ایستادی. چی فکر کردی؟ فکر کردی که تو را با اون دختر تنها میگذارم؟ اوی بچم، این دختر تا سحر در پشت درت راست ایستاده. بچم این دختر نه دیوانگیش معلومه نه هیشوریش. تو با این دختر خوندار شدنی. خوب فکر کردی؟ گوش که فکرت میتونی دیگه کنی. این آخران قرار تای. هر خودت میدونی. هجری؟ چی گفتگو دارید پسر و مادر مخفیانه؟ هیچ همین خیلتر. ما بچم خطی چی گپ زدن ما ای تو پرسم؟ یا توبه، این عروس نو آمده است خشتومانش خطی گپ زنی شبین؟ اما چجان سنم این خیل گفتن نمیخواست کو. چی گفتن میخواه؟ تو باشد پشتی دخترم میگیری؟ باور که بسیار عصبی شدستم. ولی اوچه جان ولی پله نیست. رفتن نام بگی بیار یگان چی بخره. مایلش اوچه چند تا نام گیرم؟ چند تا باید بگیری؟ او 2 تا برای ما بسه. هر روزه اوری نه که این دخترم است کو 3 تا دیگه بیار. برای چی 3 تا دیگر گیرم اوچه؟ بچم نمیبینی دخترانگی فیلای 3 تا نان ایده نمیرسه. تیز برا هجری؟ مادری تو مرا فربه گفتن میخواد مگره؟ نه خیلی گفتن نمیخواد آخی. برا نونه بیار گیشنه مونده مخی. صبحانه کردن در کره. اوچه چی کار میکنه؟ دلی کلی نتون رو شکسته داخل. ما دل هیچ کسا نشکستم. زود باش تیز برا نان خریده بیار. یا خدا، این را به یاری هجری همه توانم کنم.
به هجری احتیاج ندارم. بله به هجری احتیاج ندارم. نیت کردم برای خدا نماز را، برای میت دعا را، برای رسول خدا صلوات را با نیت همه موافقم اقتدا کردم با امام حاضر ایستاده. الله اکبر. ای بچه چی گپ شده؟ کی مرده یا؟ چینجه ای بچه نماز جنازه را ریپتیسیا کردیسی. گیره دکه احمد برای کار باشید. سلامت باشی برادر. شما هم سلامت باشید. کاش که یک توی دیگر هم میگرفتم. نه سنم خطا میفهمد، همینش بس است. برادر طهارت داری ها؟ چی میگویی؟ غسل کرده طهارت داری؟ نماز میخونی کو؟ ها دارم. باوری داری؟ شوکت تو بیرا برادرم، رو برو عملیات رو زیر خطر نگذار. بیرم. مایل خیلی نماز جنازه میبینیم. من میرم. با نماز نیایی باز. مایل میام. اومدنم میبینی اولی. اگر تو رو آنجا بینم با تو نشان میدهم باز نیایی. هرگز نیا. دردی سری من هستی شوکت. یک دقیقه شاید یگانه راهی زهرایم رو یافتن این داملا شدن است. میابم تو را زهرا، میابم. استاد هجری؟ استاد شما باز داملا شدید؟ نه وای، یک مافیا را باید دستگیر کنیم. از همین سبب این خیل لباس داملاگی پوشیدم. استاد یکی اگر یاری لازم شود من در همان رقم ها هستم. رحمت هجری، چیزی مهمی نیست، تنها یک نماز جنازه میخونم و خلاص. باوری دارید استاد؟ چه خیل باوری دارم. گفتنی که من نماز جنازه را خوانده نمیتوانم، همین رو میگویی؟ استغفرالله، این خیل گفتن نمیخواستم. گفتنی هستم که به مؤذن احتیاج دارید. نه هجری رحمت، مرا به گرم نگیر. به مسجد میروم تا بازدید. استاد جواب همون سوالم رو نگرفتم. سوال؟ استاد این پلانتین هایی که در فیلم های امریکایی هستن کو حقیقی باشن؟ هجری تا این جواب سوالت را نگیری مرا راحت نمیگذاری ها؟ البته که باید جوابش را گیری. حقیقیاً میگویم. نیست هجری، نیست. امریکایی ها آنها را در فیلم های گالیوود استفاده برده دنیا را نجات دادن میخواهند، اما وقتی که اینا پلانتین حقیقی را ببینند راهی گریز میجویند. ما باشیم. استاد یعنی شما با وجود داشتن این پلانتین ها باوری ندارید همین خیل؟ نه هجری، با امریکایی ها باور نمیکنم. با اینا پلانتین ها هم همین خیل. شاید امریکایی ها با اینا پلانتین ها همکاری کرده دنیا را اداره میکنند، همین خیل نه؟ اینا پلانتین ها دنیا را نجات میدهند. نه هجری، دنیا را ما نجات میدهیم. دنیا را نه با امریکایی ها نه با اینا پلانتین ها نمیگذاریم. اینجا مکان سیاره ماست. خدا از شما راضی باشد. بسیار با منطق جواب دادید. رحمت، از هممون. روزت بخیر. رحمت استاد. ماشاءالله. وجود داشتن این پلانتین دروغ است. فیلم ها باشند همش ساخته است. مگر دوست داشته من همین است؟ خودش زیبای دنیا است ملیس. میدانی پیستچه رو به دست آورده ای. بسیار شخصی خوشتاله هستی بچه. آخرت نان کجا این دختر زیبای دنیا است؟ اشنو من هیچ نفهمیدم. آخرت نان کجا این دختر زیبا است؟ کور هستی نمیبینی؟ پیسته بر این دختر است. برای تو زیاد است ولی چی کار کنم؟ دختر تو رو دوست داشته است. بسیار خوب، دختر مرا دوست داشته است و چرا تو رو دوست می داشتم؟ نمیبینی عدنان؟
با من موافق نیست. به این همو به زیب است. کجایش زیباست؟ آخیر برادر تو چه خیلی جوان مرد هستی ها؟ دختر از پشت اون که حافظت رو از دست داده زیق شده به خارج رفت. نه ببین چه خیلی خوب به خارج رفته است. از این پس در زندگیش با او خوشبختی میخواهم. برادر تو تنها حافظت رو نه جوان مردیت رو هم از دست داده ای کو. اشنا سوز گپ زن جسور. اگر سوز گپ نزنم چی میشود ها؟ جسور تو را بسیار احترام میکنم ولی بسیار گذرانده ایستاده ای. رفتارم دیگر میشود. قدرت را بدان. اگر قدرم را ندانم چی میشود؟ تو او رو با امید کردی که یک جای خانه دار میشوید بعداً باز غیب میزنی. تو مگر جوان مردی؟ تلفنم زنگ میزند. تو از اینجا دور نشو بعداً با تو گپ میزنم. الو بفرمایید من عدنان جسور هستم. با کی زنگ میزنید؟ از من چی میخواهید؟ ملیس جانم من با مغازه رفته ایستادم. میگویی همین خیل نه؟ حاضر وقت ندارم یک کاری مهم دارم. اوف ملیس حالا هم در نزدیک کمالیسیو هستی همین خیل نه؟ خداوند با تو عقلی رسا دهد. یا خدایا توبه. ها ملیس تو هستی؟ تو که از خارج آمدی؟ نفهمد که من اینجایم. بله او اینجا است. بله او هم تو رو بسیار یاد کرده است. میدانی به تو چشمانش هیچ چیز رو نمیبیند. از غم تو کمالت از خود بیگانه شده است. چی؟ با کمالیسیا گپ زدن نمیخواهی؟ ملیس نکن قربانی چشمانت شوم. آخر او بیچاره حافظه‌اش را گم کرده است. التماس کمی بفهم او رو. نه نفهمد. بله همین خیلی ابله است. در جنگ بسیار خوب است ولی چشم و دلش غیر از تو هیچ کس را نمیبیند. گوش کن چی میگویم. خوبش من شما را واخورونم. بله او هم بسیار میخواهد. البته بسیار خودش را گناهگار میحسابد برای تو را فراموش کردنش. من میدونم آنجا را. تمام نصف روزی آنجا میشویم. تا بازدید. خوش به حالت. دیدی به تو در نصف روزی واخوری تشکیل کردم. چی کار کردی جسور؟ آخر من رفتن نمیخواهم. هی عصبی نکن مرا. به این هم به زور رو راضی کردم باز به من گپ نگردانی ها. خیر شد بینشین. مادامی که این خیل است مایلش میرویم. بله همین خیل آدم شو. بخیز یگان هدیه بخریم. هدیه چی لازم است جسور؟ برادر چه خیلی لازم نیست ها؟ پولش رو من بسپرم. بگیر زبوچه. بقیه لازم نیست. یگان چیز میخری. ملیس هجری نان رو نمیدهی؟ البته جونم. من میبینم. بچم کاش که 2 تنون دیگر میگرفتی. انا دیدی نرسید. این نان خورک است چی؟ همه نان ها رو خورد. ایرا کی فایرات کرده است؟ سحر قطی اومده است. شو آمدی چمن. بیا کو سری دسترخوان ده بشی. خوش باشی مادر جان. خوش آمدی. خوش باشی دخترم. خانم چمن بیاین شما هم سر دسترخوان ده مرحمت کنین. نه تشکر زیاد گرسنه نیستم. بفرمایید این خیلی نمیشود لطفا. نه پسرم گرسنه نیستم. من تنها برای دیدن دخترم آمدم. دخترم تو رو اینجا گرسنه نمیگذارن؟ همین خیلی نه دخترم. اکمو گشنه ما. مادر جان تخم بریانی با مزه پختم. اگر کمی خورید مینه‌دار میشوم. مادر جان در حقیقت بسیار بولذت پخته است هجری. بیا بنشین بخوریم. بشین ناز نکن. مایلش یک چای می نوشم. کنی چای بیار زود. سعدی
این رنگ دخترش نانخور نباشه که نان نداریم. شود جان مادر. بیا بفرمایید. نون گرفتن نتونستم. کشوید. نمیخوام پسرم، گرسنه نیستم، نمیخوام. نمیخواهم. یک ناله گیرید؟ نمیخورم گفتم. با اجازه شما من باید به مسجد روم و شما اشتیایتون. هجری؟ ایست من میدهم. تو بیرو، من اینجایم. باید بعضی کارها رو حل کنم. با تو روز خوش عزیزم. باری دیگر اشتیایتون با شما. مایرش خیر. روزت بخیر بچه جان. маркази омӯзиши кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ, кӯриёӣ, олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст. илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муосибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад. инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. синфхонаҳо бо муосиртарин айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. маврид ба таъкид аст ки дар марказ курсҳои томактабӣ низ пешбинӣ шуда ба онҳо мураббиёҳои соҳиб тахассус тарбия медиҳанд. سلام علیکم. علیکم سلام بابایشون، مرحمت گذارید. میگم ای طبقه فیض نهم بیارمت میخری؟ اگر تو نخری اکای سفرالی 100% میخره. در جهت چیل مرا دیوانه نکن، عصبی هستم. از پشت تو این کارها به سر من آمد، میدانی؟ همکار جنازه کردن یاد گرفتی، با عملیات ویران نکنی که همه رو شرمنده کنی. تا صبح 6 تا تیار کردم زبید. خیر بگو. هیچ گپ نه، پدرم در همونجاست، از پشتت صف میکشد. پدرت؟ پدرم هم در آن جنازه اشتراک میکنه، زیق نشو همکار. همکار عملیات رو با پدرت گفتی؟ نه تنها پدرم، تمام مردم محله در آن جنازه اشتراک میکنه. یک چیز رو فراموش نکن برادر عزیز که تمام مردم محله از پشت ما. تو چخیل پلیس بیعقل بودی زبید؟ با خدا بیعقل بودی. چه نیتنه؟ سلام جناب زبید. خوش آمدی عالم ببی. جناب مراد، شما حالا هم دومولا هستید یا اینکه باز در عملیات؟ بله خانم عالم، متاسفانه. عالم جون بشین. بفرمایید. در این عملیات من به شما یاری رسانده میتوانم؟ شما چخیل یاری رسانیده میتوانید؟ چی دانم آخر؟ عملیات گذشته به موافقت انجامید متاسفانه. یعنی من نقش زن شما رو بازی نکردم. جناب زبید هم به زینب رشک کرد، عملیات برباد رفت. اگر من اون نقش رو میبازیدم این خیلی نمیشد. خانم عالم، فکر کردم خلاصه برآوردم، بسیار درست میگی. با فکرم نقش زن مراد رو باید شما بیبازید. این رو از کجا برآوردی زبید؟ بله، یعنی من نقش زن دوملو رو خوب میبازم. نه در این عملیات به زن دوملو احتیاج نیست خانم عالم. به این هم این عملیات بسیار خطرناک است، شما رو با این عملیات همراه کردن نمیتوانم. ببخشید جناب مراد، من با شما یاری کردن میخواهم. شما حیات مرا نجات دادید، من باشم نقش زنتون رو میبازم. این بسیار است. دوملو ریسک نمیکنیم. خانم عالم نقش زن شما رو بازی کند، زن دوملو باشد، ما ضرر نمیبینیم. تو چی ها گفته ایستاده همکار؟ چی ها میگویم؟ دختر زنی تو شدن میخواد، دیگر چی میخوای؟ زن دوملو باشد ما ضرر نمیبینیم. او با خوش خودش میشود. یا خدایا همین خیلی نه. اینجا چی گپ است؟ کی زنی کی میشده است؟ اگر تو زن ما بشه زور میشود. مراد، تو باز دوملو شدی چی؟ من باشم زنش شدم. چی؟
با این دو جفت زیبا بینگرچ خیلی با هم دیگر زیباندن، مثل فرهاد و شیرین، مثل لیلی و مجنون. انیقترش رنگی میمون. شوخی کردم. چی گپ است اینجا زبید؟ زینب جون، باز یک عملیات داریم. خانم علم در این عملیات خطرناک اشتراک میکنند. نقش زنی داملو مراد رو اجرا میکنند. به این هم به همدیگر بسیار زیبنده هستند. همین خیلی میمی نکن. ولی اینجا یک مشکلی هست. از این آدم دومولو و از اینش باشد زنی دومولو نمیبراید. برای چی؟ یا اینکه من رو دیده رشک کردی ها؟ چرا رشک میکردم؟ اول خودت رو یک بار در آینه ببین که از تو زنی دومولو میبراید مگر. رفت خودت به آینه نگاه کن. تو به زنی دومولو مانند نیستی. من بسیار خوب نقش زنی دومولو رو میبوزم. باری گذشته دیدم. ای دخترها بس کنید. زینب چی گپ است؟ یک بگفت اهمیت بده یا توبه. زبید، من این نقش رو بسیار خوب میبوزم. نه، من نقش زنی دومولو رو خوبتر اجرا میکنم. کار کردت و تو معقول شد زبید؟ کاش کمی نقش دومولو را خودم میگرفتم. من این نقش رو خوبتر میبوزم. من خوبتر میبوزم این نقش رو. چی میگویی تو ها؟ من این نقش رو خوبتر میبوزم. تمام دخترها تمام. بس بخید بابایشون بریم که دخترها عقل بیگانه شدن. یا توبه یا خدایا. خسته نباشید. چی به این وظیفه را من خودم نگرفتم؟ گوش کن زینب، تو به زنی دومولو هیچ مانندی نداری. در اصل تو به زنی دومولو مانند نیستی. اون دختر کجا شده؟ گویا که او رو بینم میشیناسم. عدنان جسور رسمها رو گرفته رفت. خوب ترش من به عدنان زنگ زنم. الو، گوش میکنم. جسور، در کجا هستی تو؟ اون دختر کجا شد ناآمد؟ کم صبر کن نمیکفی آخیر. حتما میآید ها؟ تو ملیس رو پزمون شدی تویه. چرا پزمون میشدم جسور؟ همه رسمها رو گرفته رفتی. او عدنان چه خیلی او رو میشناسم. حافظه اون دختر مثل تو گم نشده است و تو رو میشناسد. خیر میلش جسور، کی میآید اون دختر؟ ما رو بهوده اینجا منتظر کرده است. گوش کن، باز یگان و محکولی نکنی. از آن میز نخیزی که روزت را نشان میدهم کمال سیاه. فهمیدی؟ چی میخواهی زبایک؟ چی نگاه داری؟ ای من چیکار کردم؟ وای مثل عدنان گپ زدم با این دخترک. عقلم رو از سرم برده از کمال سیاه. تو حالا منتظر شو کمال، من میآیم. این کار با من معقول نشد. این چه خیلی کار است؟ هیچ دختر مرا منتظر کرده نمیتواند. من میروم آشنا. سلام، ممکن است بنشینم؟ یا اینکه ملیس همین باشد. چه خیلی زیبا بوده است. التماس ملیس همین باشد. سلام، شما ملیس هستید؟ بله، ملیس گبک. من کمال هستم. با فکرم میشناسی مرا. چی ها میگویم؟ به این هم مرا میشناسی. یعنی تو را نشناختن ممکن است مگر جانم؟ دوست داشتم در حقیقت دوست داشتنی بوده است. جسور، چه خیلی شیرین نر بوده ای تو. وای، چی راستی شده ای؟ مرحمت بنشین. تشکری زیاد. خیر ملیس جان، خارجه چه خیلی گذشت؟ خوب بود جانم. روم کمی سیرودم بود ولی ناپولی بسیار زیبا بود. این دختر که باشد باز حاضر به تو نشان میدهم کمال سیاه. بعدا از پاریژ خرید کرده اومدم. انیق برای من هدیه گرفته ای تو؟ البته گرفتم. من هم برای تو گرفتم. همین خیل. ایستاخیر جسور، ملیس رو نودیدم. با تو مگر گپ میزنم من. وای، کنی هدیه هم رو بیده؟ بفرما جانم. این برای تو تحفه نوچیز است ولی آخر تحفه مرا با اون نده. کنی گیر تلفن رو گیر. یک لحظه نگذاشتی جسور. وای جانم، معذرت میخوام. یک دقیقه جواب دهم. جسور، همه چیز خوب است. روبرویم نشسته است، تبسم کرده ایستاده است. برادر تو چه خیلی آدم هستی؟ چی کار میکنی؟
در 2 دقیقه با ملیس خیانت کردی. خیلی خیانت جسور. روبرو نشسته صحبت داریم. نه با کی صحبت داری؟ با ملیس؟ به عقل اون ملیس نیست. توفای ملیس رو چرا با او دادی ها؟ کی هستین؟ من چی میدانم کی است؟ زود گسل کن او رو. ملیس تو رو دید آمده ایستاده است. ای عدنان، دوست داشته من همین باشد نمی شود. بس کن سفسطه‌ات رو. ملیس آخر تو رو دید آمده ایستاده است. آمده ایستاده است؟ وای جانم، ما با تو بعداً واخوریم می شود؟ البته که می شود. تو بازدید. رحمت. توفای ملیس رو بردن؟ تو تمام شدی کمال سیاه. انیق ملیسین است. کمال؟ غیر امکان است. کی بود وای دختر؟ دختر زیبا رو گسل کردیم و این دختر به جایش آمد. مگر من این دختر رو دوست داشتم؟ حافظت را گم کرده گفته دیگر با همه دخترها صحبت میکنی مگر ها؟ خانم ملیس، اینجا نفهمی شده است. خاموش شو. وای، با اجازه تو من یک بعد از روی روم ممکن است؟ یک لحظه. با کجا گریخته ایستاده ای تو؟ حتما به اینجا برمیگردی. میبینی. این دختر کی است؟ چقدر دختر زیبا است. با کمال سیاه چیکار میکنه آخر؟ شما بر این دختر زیبا و نازنین با کمال سیاه بر این آدم چیکار دارید؟ من این رو هیچ نمیفهمم. بخشش شما کی هستید؟ نامم تکش عمران. از شناسایی شدم. شما هم نامتان را لطف میکنید خانم؟ من ملیس هستم و ولی شما از کجا کمال سیاه رو میشناسید؟ ملیس معنای روشنی، تازه و گل زیبا میباشد. کمال سیاه رو میپرسم. او در اینجا برادری مرا لطو کوب کرده خفه کرده از خانم. من برای جزا دادن او آمدم. غیر امکان است. این اکای همان چشم تنگ بوده است. ولی البته با شما بر این دختر زیبا این گپ‌های ناخوش رو زده دلگیرتان کردن نمیخوام. لطفاً قبول کنید. تشکر زیاد ولی قبول کردن نمیتوانم. ملیس مثل گل خاردار و دل شکسته است. چه خیلی دختر بود هستین؟ با بالایم هجوم کرد. ترسیدم. خب با خیر از کمال سیاه با کجا شتاب داری؟ بیا عدنان برادر که اون دختر بالای سرم شد. قسم میخورم که حیاتی من رو میسوزاند. چی؟ مگر دختر را تنها گذاشتی؟ کمی پیشتر را رفتم بیدو. حالا روزت را نشان میدی هم کمال سیاه. تو نابود شدی کمال سیاه. امروز آخرین روزت است. انتقام برادرم رو میگیرم. الو، بچه ها رو گویید که آماده شوند. امروز روز نمایش است. خدا رحمت کنه جناب فرقت. رحمتی کلام دومرو. سلامت باشید. تو چرا آمدی؟ اصلا تو چرا آمدی؟ نقش زنی دوملو رو من میبوزم. بسیار میخواستم اولم. من در این مسئله تجربه دارم. شوهری من دوملو بود. شوهری تو دوملو بود؟ مراد پسرم، پخته را با دستان خودم انداختم. اکنون بی پروا می توانی نماز را بخوانی. رحمت جناب عظمی رحمت. گوش کن، دعاها را از یاد کردی همیشه نه؟ و اگر نه عملیات
برباد می رود. جناب یزمی خاموش آخر می شنوند. پروا نکن پسرم، همه جماعت از پس توست. به امر خدا برای نیست کردن همه این مافیا پختمان بسندگی می کند. جناب یزمی از برای خدا شما به صف رفته راست می ایستید ها؟ خب میلش. جماعت عزیز، امروز این بنده گناهکار را به نزد خدا و رحمتش میفرستیم. شما جماعت مسلمین حقتان را به این بنده گناهکار حلال میکنید؟ حلال میکنید؟ حلال میکنید؟ داملا ازمی، حاضر ما باید حتما حکمان را به این پدری مافیا ببخشیم؟ یعنی لازم هست، جایز هست به فکر تو؟ آخر ما ببخشیم چی می شود، نبخشیم چی می شود؟ از همه مهمش آن دنیا است، در آنجا میزان است. درست میگویی. برادران عزیز، برای نماز جنازه این خیل نیت میکنیم. نیت کردم بگذارم نماز را برای خدا، دعا برای میت، صلوات برای رسول خدا. اقتدا کردم با امام حاضر ایستاده. مرده که کله از جنازه شخان راست دوزخ می روه. هیچی. اگر اینقدر آسان بودنش را می دانستم شبی دراز تکرار نمی کردم. خیر، حاضر چیکار میکنم؟ توبه به یاد نمیارم، فراموش کردم. یه بچه تیزش کن توراتو میشکنن. چی گفت باشده؟ چی گفت؟ سو این اکنون چیکار میکنم؟ باید به یاد دارم، وگرنه مافیا داملای ساخته بودنم را میفهمند. آخر مراد منتظر چی هستی؟ آخر عملیات برباد میرود. مراد نماز را آغاز کن. آخر مردم همه جمع شدن، همه جمع است. من حیرانم. نه ما بازو منتظریم. محترم جماعت آرام شوید، یک لحظه ایستید. داملا برای میت را با آن دنیا گسیل کردن مصلحت و دعا کرده ایستاده است. آرام ایستید، آرام شوید. آخر یا خدایا، آخر آغاز کنن. آخر چرا انتظاره؟ چه خیل شد عقلم را میخورم. آخر اکنون من چیکار میکنم؟ کاش میتوانستم از هجری یاری پرسم، ولی مافیا اجازت نمیدهد. انیق میفهمد. هجری؟ بله، آن وقت هجری پیش در آمده نماز را خوانده بود. هجری امروز آدم بسیار شده است. امروز نماز جنازه است استاد. جنازه؟ اکای نجمی وفات کرده است. نجمی کیست؟ شما رو نمیشناسید داملا. مرحمت داملا گذاره. نه مرحمت، جای من خوب است. داملا نماز جنازه رو میخواند، برای همین گفتیم. من میخوانم؟ البته داملا. من را مجبور نکنه. نماز جنازه شخصی ناشناس رو نمیخوانم. من این کار رو نمیکنم. هجری، آیا توی این مرده رو میشناسی؟ بله میشناسم. اگر شناسی مرحمت نماز جنازه رو تو بخون. داملا این خیل کار نمیشود. آقای رو به هر گفتم نه استاد نه گفته اعتراض میکنید. بعضا این اهمیت کلان دارد. هجری سرم رو میشناسی؟ میشناسم اما پیش گذار، جماعت انتظار است. کنی پیش گذار، نماز رو خون. رفتیم. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. الفاتحه. اللهم ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره. اللهم ملادیس برادران این جنازه میگم. خدا از شما راضی باشد داملا. خدا از شما هم راضی باشد. این شام بعد از دفن میت شما را با خواندن مولود به خانه دعوت میکنیم. مولود؟
ها البته مولود بسیار مهم است. مایت را میتواند برید. هجری یک لحظه تو را ممکن این دومولو جنازه رو درست خوند. خاموش. فهمو. بسیار با آسانی خلاص شدی ها؟ با مولودت خبر کردن 3-4 خفی در امون مولود بیار که مرا گنده معقوله. میگه که خفی ارزان نباشه، قیمت باشه، پچکم بیار میشه. خب هجری لبا استاد برای دفن باز به یگان جای نروی؟ نه استاد همین جای. خیر خوب من رفتم. دخترم عروس نوکره در کجای؟ در حمام ابوزی دارد. در حمام ابوزی دارد؟ به حیاگی دختر بین عروس یکم میگوی که در خانه خودش باشه. سایرم در کجای؟ در آشخانه است. خوب ای همدیگرش دور باشن نغزای. تو را پشیمون میکنم که به این خانه اومدی. میمون از حمام یخ کرده میبرویی. خدا ذهنت رو روشن کند بنفشه. رحمت خیر چه خیل هستید خاله جون؟ خوبم. ای روزی که همین عروس نوکره به این خانه آمده است برای تو بسیار دلم زیقه. این رو حل میکنیم خاله جون. شما عموما پروا نکنید. آبی گرم رو پوشاید. یخ کردم. دخترم بنفشه این دختر بیهنه چی به این خطوط میزنه؟ آبی گرم ناآمده است. یخ کردم گفته ایستاده است. چه خیلی آبی گرم نیست. خوبای برق نمورده است کو. با هجری دلم میسوزد. با دختر خاندار میشود که آبی گرم راحت و کشوده نمیتواند. یخ کردم. از خنکی مردم. شما پول برق رو نداده بودید؟ دختر تو چی گفته استای؟ نمیبینه سرم رو نشستم. ممکن آوک شده نتونستی عروس بهنر؟ وستا با پرده رو ندارونی. شد مادر جون استید یک لحظه حاضر می شود. یک پرده را چسبونده نمیتونم. شد مادر جون چرا استاده اینجا؟ تو هم بیا یاری بده این رو بیدا. ای رمزو خاله جون خوب هستی؟ مادر جون خوب هستی؟ هیچ چیز نشده است؟ عروسی بهنر. مادر جان خاله جان شما خوب هستید؟ مادر جان خوب هستی؟ مادر جان جمپری اوچم بود. جمپر سفید بود. پروا نکنید مادر جان نوش رو میخریم باز قیمتش رو. من نوش نمیخوام. اوچم مونده بود. عروسی بهنر. این چی بلاوت به سرم اومد. دختری که حتی لباس شوشته نمیتونه
ما چخل او را کلن کردم، چخل ما او را کلن کردم. با شما بسیار زیغ شدن لازم نیست خاله جان. کمتر کارو نشان دهیم یاد میگرفتگیست شاید. دخترم بنفشه حاضر بخیزه اکد زنگ بزن بگو که پیشایونی که دختر خونه را چپا میکنه زودتر بیاید. اگر هجری نمیشد جنازه را دفن کرده نمیتونستم. خدا را شکر که هجری هست. مولود خواندن را هم به او میسپارم. خوب ولی من زهرایم رو چخیل میابم؟ از صبح یگان دختر به من نگاه نکرد. من این کار رو هیچ نفهمیدم. دوملو من یک سوال دارم به شما. تو یک سویست؟ در اصل من سوال دارم به شما دوملو. نوبتت رو انتظار شب. دخترها غوغا نبردارید، آرام شوید. چی سوالی که دارید بپرسید. من میخوام که به من یک تومور نویسید. یعنی وقتی آخر حس میکنم که من رو بسیار سخت چشم کردند. برای من هم نویسید. یعنی تومور برای من نویسید چون که با من ناخوشی رخ داده است. بدبختی در اصل بالای من است. تومور؟ بله دوملو. دوملو با من یک تومور نویسید. تومور؟ بله دوملو. تست کن زهرا. مایلش اومده ایستادم سیلین. فراموش نکن چه خیلی که مطلب کردیم همون خیلی میکنیم. فهمیدم سیلین فهمیدم. سیول جان دوملو دیگر چاره ندارم. دوملو ما هم برای دیدن شما اومدیم. انشالله بخیر. درد شما چیست خانم؟ دوملو با ما آبی قیتر ما میدیهید؟ آبی قیتر ما؟ بله دوملو. کارهایمون برای نگرفته ایستاده است. اولین شده من به اینجا اومدم. دوملو کاری من رو بود میکرد همین طور نه؟ تومورهای دوملو به همه میرسد. التماس غوغا نبردارید. خانمان بیهوده غوغا نبردارید. من به این هم تومور نمی نویسم. روزتون بخیر. یا خدایا توبه. ای شنیدم که دوملوی زیبا تومور می نویسته است. همیشه میخواستم تومور گردونم. در نصیب امروز بوده است. شما از کجا بر اومدید بس؟ اول من نوبت گرفتم. شما چیکار دخترها کمی قفوتر استین؟ بخشش قفوتر استین. کنی در نوبت استین؟ از اینها یگان توش زهرا باشد؟ نه، زهرا در بین این دیوانه ها چیکار میکنه؟ پیله ندید آخیر؟ من سوال بدی هم گفتم. خانم ها لطفا خواهش میکنم جنجال نکنید. چرا این خیل میکنید؟ دوملو برای من تومور نمی نویسید؟ دوملو در اصل تومور برای من نویسید. استید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گوش کنید. این آدم داملای حقیقی نیست. این آدم داملای ساخته است. چه کار میکنی تو عملیات را برباد میدهی؟ این آدم تومور نمی نویسد، نمی کند. تومور من می نویسم. پدری من داملا است. 7 پشتی ماه شانزاده است. دخترها من می نویسم تومور را. زوبایت صافسته نگو تو پلیس هستی. تو تومور نوشته نمیتونی آخر. این دوملو می نویسد تومور رو. ای زینب تومورای فایدت نمیکنه. 7 پشتی ماه شانزاده است. من برای شما تومور می نویسم. داملای حقیقی من هستم. زوبایت تو این قدر بی عقل بوده ای کو؟ دیوانه هستی؟ تو چی ها گفته ایستاده ای؟ بس کن. دخترها رو قطار کرده تومور می نویسی. وجدانی ایستانیم هر یک توموری تشتاوید می نویسیم که راه تا گم میکنی. خودت نقص میدونی که تومور نویسی مو در پشتی ای. چی خیلی تومور گفته ایستاده ای؟ تو دیوانه شده ای؟ گوش کن مراد. برای کسی چی خیلی توموری می نویسی نمی نویسی مده فرق نداره جورا. لیکن با توموری زینب کار نبگیری. توموری زینب من می نویسم من. کنه بگیری بنویس. مرحمت گذار. سوزی زینب جون. اگه بخیلی نکه بگو چی خیلی تومور نوشتن رو سر میکردی. زوبایت یک سوئیس از برای خدا. دوملا خودش می نویسد تومور رو. گوش کن زینب جان. پشتی ما همه ششونزاده اند. تومورایی که من می نویسم تاثیرش دیگر خیلی نسبت به تومورایی. بله جناب زوبایت یک لحظه استید. به این هم میخوام که جناب مراد تومور رو به من نویسد. آخه چی خیلی شما گپ نمیفهمه. یک بار میفهمونم شما نمیفهم. آخه پدری بعد دوملا پشتی ما همه ششونزاده اند. تومورای ما تاثیرشون دیگر خیلی آخه.
خانم ها، من تومار نمی نویسم. این دیدین من می نویسم. بس کن بنویس. تومارا می نویسی، فهمیدی؟ من می نویسم زینب، تو پروا نکن. تومارا تاثیر بخش فقط من می نویسم اینجا. دوملو تای پای کروچا ویلتیموس. روزتون بخیر بود. السلام علیکم. این دختر کجا رفته؟ به فراست باز داملو بود است. داملوی خود پرست. او داملو شوختای. خیر، من به این هم میدونم جناب مراد به کجا می رود. دوملو برای من یک دعا نمیخواند؟ ولی توماراش تاثیرت نکنه از قفای من بد میدوی. میبخشی زوبای جون، ولی من میدان رو به این زنی بد نمیدم. نمیگذارم به اون میدان رو. داملا زینب جون بخرب نره. داملا استید کم رنگم و بدای نوچه کارات بشوا. من حیالتون ده دیگه قطعی اکودت کم نمیزنم. یک زوبای نوزهیده شما خفا کدید. نوشگیر همتون بشوا. شکل ندارین. لعنتی مرود. این حالو بیننده من باری اول این کارو میبینم. همش در خیال باشد چیه؟ گریز مراد گریز، مرا نجات دهید. برای من یک دعا خواند. کمال برای تو و ملیس یک بخوری دیگر تشکیل میکنم. آخر عدنان ما رو با اون دختر باز یک جویا نکن. به عقلی نکن آخر، مرا عصبی نکن. مرد باش مرد. یا خدایا یا خدایا یا خدایا توبه. کمال عدنان مرا نجات دهید. چی گپ است اینجا؟ دامولا رو دخترها تعقیب دارن. یا خدایا توبه. این دخترانی محله دیوونه شدن کو؟ ای نوزه جون، ایم پشتی اتای تشده توکای پینهانی در کوچه و میخریم دیل ما گرفته بخدو. در حقیقت آخر پدرتون از دنیا گذرد، ما با شما برسیم دخترها. مرا ما میره گفتی سمیجنی بمبره. چی؟ مردن گفتن یعنی که هممون میمریم در دنیا، یکون کس زنده نمیمونه. بیهوده گپ نزن شوکت، بیهوده گویی نکن. اینها دیوانه شدند. هیچ گپ کمیسر مراد کی داملا شد؟ او مگر کمیسر نبود؟ ای نوزیه من نفهمیدم این دخترها چرا از پس داملا میدوند. کنی بیا خودمون هم رویم. رفتیم دویدیم. بودوی بره همه خورد شما مونده. چی گپ است؟ همه این دخترها پس مراد دویدیستن. چی گپ باشه؟ مایده چم وقتی در خانه نبودم یگان مشکلی نشد. نه با مادر جونم بسیار کارهای خوب کرده میجره. یعنی کارهای کلین خجدامانیه؟ ماشاءالله ماشاءالله. هجری مرا نجات ده. هجری این کمیسر مراد نیست مگر؟ او کی داملا شد که؟ هجری با فکری تو این دخترها داملا رو تعقیب کردنشون جایز است؟ مایده چم این بسیار سوالی خوب است. این رو باید زود از استادم بپرسم. بهترین. هجری با کجا میروی؟ استاد یک سوال دارم. همه جا میپرسیدی آخر؟ استاد یک سوال دارم باید که بپرسم. هجری حاضر وقتی سوال پرسی است. استاد دخترها از پشت داملا بدوند جایز است؟ چی؟ جایز است؟ نه جایز نیست هجری نیست. رحمت استاد. تو با من کمک نکردی، حالا میبینی هجری. از پشت داملا دویدن دخترها جایز نیست. خدا از شما راضی باشد استاد. بهترین جواب دادین یکیم. آخر کاری کرده کمیسر مراد هم عیب است. همه دخترهای محله رو از پسش آواره کرده است. عروسای ما هم رفتن برای همین عصبیام. برادرمان به ما خیانت کرد. چی گفتی؟ آدمگری نداره. آدم نیست. دقت باشی بلا سایرام. چی میگویی؟ وقتی که این خیل گپ میزنی دست و پایهایم از کار میماند. ای سروری دلی من با چشمان آهو برد، شبهای تنهای من، ستاره صبح من.
اگر تو باشی نه غم دارم و نه اندوه. تو صاحب یگانه این دلم هستی. تو از حد گذراندی کنون دیوانه. عقلت رو کار فرما وگرنه میپرونم. بپران سیرم. آخر این جدایی بدلم زد. بپران. اوه پرانوش، پرانم این بدبخت جانمو خلاص شود. بله همین خیلی جانمو خلاص بشود. اله آمین. با فکرم خلاص شدم. دوملو در احمد جو شما رو میجویم. در کجا هستید آخر؟ من رفته برای مولود حلوا فرمایش میدهم. خب این خیلی باشد من تو اینجا منتظر میشوم. و دوملو جناب فرقت، این کس همسرتون؟ وای بله همسرش هستم. خوشحال شدم ینگا. تشکر زیاد. فرمایش دادم تا بگاه تیار می شود. دوملو بگاه در مولود با همسرش می آید. مهمونمون می شوند. همین خیل؟ بله تشکر زیاد برای دعوتتان. حتما بیایید. مرحمت جناب. آخر خانم عالم، چرا با مافیا گفتید که ما خانه‌دار هستیم؟ اگر نمیگفتم باور نمیکرد که شما دوملو هستید. این خیل میشود مگر دوملو باشی باید حتما خانه‌دار باشی. بار گذشته این خیل بود چون که همان مردم این خیل خواست، ولی اینجا لازم نبود. هیچ گپ نه. آخر من باور کند گفتم این خیل گفتم. به این هم بار گذشته خوب نشده بود. میدونید که این بار زنی خوبتر میشوم. همین خیل نه؟ زینب زنی تو نشید. زینب زنی تو خاموش. همین خرخرسانی هستیم که نگفتنی اکنشه در نصیب تو همی عجی نبوده. مالش بابایشون ادف شو.